سلام به اعضای محترم و دوست داشتنی پرشین مال. امیدوارم حالتون خوب باشه. من میخواستم که مجددا چند دقیقه تحمل بکنید و این ویدیو رو ببینید. من راجع به چند تا موضوع میخواستم صحبت بکنم. یکی این که حدود 1 سال قبل که من با یکی از مشاورینم راجع به سندیکای پرشین مال داشتیم صحبت میکردیم، برنامه ریزی میکردیم، مشاوری که اتفاقا غیر ایرانیه و توی یکی از دموکرات ترین کشورهای دنیا متولد و بزرگ شده داشتیم با هم صحبت میکردیم، به من پیشنهاد داد که این کار رو نکنیم و این سندیکا رو ایجاد نکنیم. گفت یک دردسر روی همه دردسرهای دیگه تو این سندیکا ایجاد میکنه. من دلیلی داشتم و بعد با دلیل من براش اقناع کننده بود و راضی شد. این بودش که گفتم اولا هر موفقیتی اونور خطره، اونور دردسره، آسون نمیشه چیزای بزرگ رو به دست آورد. یه نکتهش اینه. نکته بعدی این که بهش گفتم ببین یه مسئله فرهنگیه. ما توی پرشین مال یک